خیلیا موقع این که گناهی انجام میدن یا مسئله واجبی رو انجام نمیدن میگن ما خدا رو دوست داریم، خدا هم ما رو دوست داره دیگه. خدا جواب میده در قرآن: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بهشون بگوی پیامبر اگر خداوند رو دوست دارید از من پیروی کنید، یعنی از رسول الله علیه السلام، که خداوند هم شما رو دوست داشته باشه و گناهانتون رو ببخشه. ابن قیم میگه یا حسن بصری میگه این آیه برای کسانی نازل شده که در عهد رسول الله ادعای محبت خداوند رو میکردن و فکر میکردن همین محبت اونها رو فقط نجات میده، در حالی که محبتشون صادقانه نبوده، چون از اون راه و روشی که خداوند میگه پیروی نکرده بودن که همون راه و روشی است که توسط پیامبرش بر ما نازل شده.